بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حقا که به موسی کتاب را دادیم و به تعقیب او پیامبران را فرستادیم، به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم. آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید، بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است. نه خیر، بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است، پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرین. هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد، کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد، یعنی تصدیق دهنده تورات بود، از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند. پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را می شناختند و باید به آن اعتراف می کردند، از آن انکار کردند. پس لعنت خداست بر کافران.